سلیمانیه کردستان عراق، شهری در 200 کیلومتری مرزهای غربی ایران. نزدیک این شهر برای بسیاری از پناهندگان کرد ایرانی به دیدار مادر و فرزندی رفتم که برای فعالیت‌های مدنی و حقوق بشریشان ماه‌ها در ایران زندانی بودند. آنان بیش از 1 سال از جلای وطن کرده و اینجا به عنوان پناهنده زندگی می‌کنند. در کردستان هر فعالی رو که بازداشت میکنن، حتی فعال محیط زیست، در سیستم اطلاعات بلا استثناء باید منتسب به یک جریان خاص بکنند. کردستان باید همیشه دور از مرکز باشه که بقیه مردم ایران نباید از اون مطلع بشن و دائما مشکل من یک مشکل تجزیه طلبی، یک مشکل صرف کوچه و محلی خودم نشون داده بشه. ما با این نگاه مشکل داریم. یاسر گلی دانشجو و یکی از فعالان مدنی و حقوق بشری کردستان بود که به 15 سال حبس محکوم شده است. او مدت 3 سال در زندان‌های سنندج و شهرستان بافت زندانی بود تا اینکه با وثیقه سنگین برای درمان ناراحتی قلبی از زندان به مرخصی آمد. او دیگر به زندان باز نگشت و به همراه خانواده‌اش به کردستان عراق گریخت. سخت‌ترین تجربه‌ای که توی زندان نصیب آدم میشه و مثل بختک تا آخر عمرت باهاته تجربه اعدام کردن انسانی که کنار دستته و وقتی که اعدامش میکنن مطلقا نمیتونی فقدانش رو یا جای خالیش رو، تخت خالی روبروی تو تحمل کنی. مادر یاسر نیز از چهره‌های شناخته شده حقوق بشری کردستان است. او یکی از بنیانگذاران مادران صلح کردستان ایران بود. 2 سال زندان خوردم فقط به خاطر مادر بودنم، به خاطر مهر مادری که بچهش از هر کجا باشه، گریلا باشه، پیشمرگ باشه، پاسدار باشه، نیرو انتظامی باشه، هر جا کشته میشد ما میرفتیم باش همدردی میکردیم. در ایامی که یاسر و مادرش در زندان سنندج بودند، تعدادی از زندانیان اعدام شدند. آنان خاطرات تلخ آن دوران را از یاد نبردند. می اومدن بند نسوان قرآن چیزو می گرفتن، بند نسوان رو می گرفتن می بردن برای مجازات اعدام. بسم الله الرحمن الرحیم، باز تناب اعدام. ما از لای هواکش چیز بود، سرویس بهداشتی می دیدن کامل مراسم اعدام رو، کاملا همه‌شو می دیدیم. در جریان ناآرامی‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری گذشته، یاسر و مادرش در زندان به سر می‌بردند. آنان می‌گویند بارها با اعتصاب غذا از جنبش‌های مدنی خارج از زندان همچون مادران پارک لاله و کمپین 1 میلیون امضا حمایت کردند. مادر سهراب اعراب، ندا آقا سلطان، ما با اونا همدردی می‌کردیم. اصلا اون یه جوری بود، مادر ندا یه جوری بود میگفت اصلا نمیدونم چجوری جبران کنم که شما تونستی با ما همدردی کنی. ترک ایران پایان فعالیت‌های خانواده گلی نبود. آنان در کردستان عراق نیز به سازماندهی اعتراضاتی علیه اعدام‌ها در ایران و جنگ در منطقه ادامه دادند. شنیدم هنوز فعالیت‌های مدنیتون رو اینجا ادامه میدید. الان چه وضعیت اینجا؟ بله، ما که زندانم ادامه میدادیم. منتها اینجا فکر میکردیم که وضعیت خیلی بهتره و میشه آزادانه تر از ایران فعالیت کرد. بعد از چند اکسیون مشخص که توی سلیمانی و هولر داشتیم، اداره امنیت اینجا به ما حمله کرد. من 2 بار بازداشت شدم، مورد بی‌حرمتی خیلی زننده‌ای قرار گرفتم و مشخصاً به ما گفتن که حق هیچ گونه فعالیت مشخصی علیه ایران ندارید اینجا. حتی فعالیت مسالمت آمیز که ما اعتراض خودمون رو به حکم اعدام با سمینار، با سخنرانی و میتینگ توی اینجا اعلام کردیم. حکومت اقلیم کردستان همکاری‌های نزدیک اقتصادی و امنیتی با جمهوری اسلامی ایران دارد. مقامات امنیتی حکومت اقلیم میگویند اعتراضات سازماندهی شده توسط خانواده گلی بدون مجوز و غیرقانونی بوده است. ژیار گل، BBC، سلیمانیه.